فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده عزیزی آقا مسعود از گوش سرابان پرسیدن که در مورد نماز استخاره توضیح بدید. نماز استخاره همون گونه که از خود اسمش یعنی واضح و آشکار هست، به معنی طلب خیر هست و مواردش فقط در موردی هست که انسان دچار تردد هست و هیچ گونه شرح صدری رو نداره، در میان دو تا کار مانده، نمیداند که کدام یکی رو انتخاب بکند، در اینجا جای استخاره هست. اما در مواردی هست که انسان تصمیم گرفته کاری رو انجام بده و قلبش هم 100% به طرف اون کار هست، اینجا جای برای استخاره نیست. مطمئن است فلان کار برای من مفیده، خب بدون استخاره باید انجام بده. یک جای مطمئن است این کار برای من مضر هست و نیازی نیست اون انجام بدم، خب بدون استخاره نباید اون کار رو انجام بده. اما در مواردی که مطمئن نیست و متردد هست و شرح صدری صورت نگرفته، میتوند که استخاره بکند و استخاره اون گونه که در احادیث اومده رسول الله صلی الله علیه و فرمودن فلیرکع رکعتین من غیر الفریضه، 2 رکعت نماز بخواند غیر از نماز فرض باشند، یعنی بعد از نماز فرض نباشه، بعد از نماز نفل باشه، نماز نفلی رو که با همین نیت بخواند. و برخی از علما هم اجازه دادند که بعد از نمازهای سنن رواتب باشه نماز را بخواند، همین نماز عادی که یک نفلی که همیشه میخواند، و بعد از این دعا بکند که پروردگار اگر این عمل مورد رضایت تو هست اینو برای من مقدر بکن و من توفیق انجام این عمل بده، و اگر این عمل در دین من و عاقبت من و در دین دنیای من غیر مفید هست و مضر هست، این عمل رو از من دور بکن و مرا هم به رضای در واقع به تقدیر خودت راضی بکن. اللهم ان کان هذا الامر خیرا لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فیسره لی و تا آخر این روایت. لازم نیست که حتما باید به زبان عربی باشه، اگه به زبان فارسی هر زبانی که بلد هستن هم دعا بکنن هیچ گونه اشکال نداره و استخاره در واقع انجام گیره.